بچه ها سلام. بریم برای صفحه 68 درس ریاضی کلاس 4. تقسیم بر عدد دو رقمی. فعالیت 1. در هر قسمت با توجه به تقسیم داده شده شکل را دسته‌بندی کنید. سپس تقسیم را کامل کنید. 69 تقسیم بر 23. این شکل به معنی 69 6 تا 10 تایی با 9 تا یکی. تقسیم بر 23 به 3 تا دسته تقسیم شده. هر دسته 2 تا 10 تاییه با 3 تا یکی. 23 ضرب در 3 میشه 69. 69 منهای 69 0. 48 تقسیم بر 24. این شکل 48 تاست. باید به دسته های 24 تایی تقسیم بشه. یه دسته، دو دسته میشه 2. پس 48 تقسیم بر 24 میشه 2. 2 تا 24 تا میشه 48 تا. 48 منهای 48 0. 87 تقسیم بر 42. این شکل رو باید به دسته‌های 42 تایی تقسیم کنیم، یعنی 4 تا 10 تایی با 2 تا یکی. یه دونه 42 تایی، 2 تا 42 تایی، 3 تا هم اضافه میاد. 2 ضرب در 42 میشه 84. 87 منهای 84 میشه 3. 128 تقسیم بر 32. این مربع 100 که میشه 10 تا 10 تایی. 2 تا 10 تایی هم داشتیم، یکی هم این زیر گذاشته. باید به دستای 32 تایی تقسیم میشه، یعنی 3 تا 10 تایی با 2 تا یکی. یه دونه 32 تایی، 2 تا 32 تایی، 3 تا 32 تایی، 4 تا 32 تایی. پس 4 تا 32 تا میشه 128. باقی مانده هم 0. 2. با توجه به سوال 3 فعالیت صفحه 58 در هر تقسیم مقدار تقریبی خارج قسمت را به دست آورید. 75 تقسیم بر 21 طبق صفحه 58 میشه 80 تقسیم بر 20. 4 میخوره. 4 20 تا 80 تا 80 منهای 80 میشه 0. 69 تقسیم بر 23 میشه 60 تقسیم بر 20. 3 بهش میخوره. 3 20 تا 60 تا 60 منهای 60 0. 96 تقسیم بر 32 میشه 90 تقسیم بر 30. به اینم 3 میخوره. 3 تا 30 تا 90 تا 90 منهای 90 0. 84 تقسیم بر 21 میشه 80 تقسیم بر 20. 4 میخوره. 4 20 تا 80 تا 80 منهای 80 میشه 0. کار در کلاس. تقسیم های زیر را انجام دهید. در کدام تقسیم مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیر است؟ 96 تقسیم بر 43. 2 ضرب در 43 میشه 86. 96 منهای 86 میشه 10. 84 تقسیم بر 21. 4 تا 21 میشه 84 تا. 84 منهای 84 میشه 0. توی این تقسیم مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیره، چون باقی مانده 0. 68 تقسیم بر 13. 5 تا 13 تا میشه 65 تا. 68 منهای 65 3 میمونه. 82 تقسیم بر 35. 2 تا 35 تا میشه 70 تا. 82 منهای 70 میشه 12. 79 تقسیم بر 34. 2 تا 34 تا میشه 68 تا. 79 منهای 68 میشه 11. 95 تقسیم بر 23. 4 تا 23 تا میشه 92 تا. 95 منهای 92 میمونه 3. پس فقط توی تقسیم 84 به 21 مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیر است. امیدوارم درس امروز یاد گرفته باشید. خدا نگهدار.